اینم از نتیجه آش رشته ما. بفرمایید آش رشته. آش رشته سریع بپزیم برای حدوداً 15-20 نفر. این حبوبات از قبل پاک شده. یه پیمونم عدس داریم که عدس رو باید جداگونه بپزیم به خاطر اینکه با این حبوبات له میشه. شما اینا رو خیس نمی‌کنی؟ من همیشه خیس میکنم، ولی این سری که میخوایم سریعتر بپزه با زودپز میپزیم که زودتر بپزه. 2/3 زودپز باید آب داشته باشه. میذاریم جوش بیاد. وقتی که جوش اومد حرارت رو کم میکنیم، در زودپز رو میبندیم، میذاریم بدون هیچ ادویه بپزه.